سلام دوستان، از کانال آلمانی در 5 دقیقه در خدمت شما هستم. فکر میکنید در 30 ثانیه یک جمله آلمانی بسازید؟ بیایید با هم امتحان کنیم. جمله خبری زمان حال در زبان آلمانی. یک جمله خبری در زبان آلمانی به دو دسته تقسیم می شود. یک جمله اصلی، دو جمله فرعی. جمله اصلی جمله‌ای است که فعل در جایگاه دوم قرار بگیرد. به طور مثال Ich lerne. Ich lerne. من می‌آموزم. Ich فاعل lerne فعل. اگر می خواهید بدانید فعل و فاعل چیست، یک درس قبل این را نگاه کنید. خب دوستان، تمام شد. ما یک جمله اصلی در زبان آلمانی ساختیم. می رویم سراغ جمله دوم. Du trinkst. Du trinkst. تو می نوشی. Du فاعل، trinkst که نوشیدن می شود فعل. هر قدر ما لغت بلد باشیم بعد از این می توانیم جمله بسازیم. در جمله فرعی فعل در جایگاه آخر قرار می گیرد که فعلا ما فقط جمله اصلی را مورد بحث قرار می دهیم. برای بهتر یاد گرفتن یک جمله خبری ساده از روی این جدول پیش می رویم. در قسمت اول جدول فاعل، در قسمت دوم فعل، در قسمت سوم صفت، قید، ضمایر، اسم و غیره و در قسمت چهارم معنا. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. من آلمانی یاد میگیرم. Ich فاعل، lerne فعل، Deutsch اسم. به این سادگی یک جمله خبری ساده ساختیم. Du siehst das Auto. تو موتر را میبینی. Du فاعل، siehst فعل که از فعل ذهن گرفته شده و برای شخص دوم صرف شده. Das Auto همچنان اسم که آرتیکل auto das است. Du siehst das Auto. تو موتر را میبینی. Sie ist schön. او خانم زیباست. او زیباست. Sie فاعل، ist فعل که از فعل sein یا بودن گرفته شده و به شخص سوم صرف شده. شون هم صفت. Sie ist schön. او زیباست. او خانم زیباست. امروز یاد گرفتیم چطور یک جمله خبری ساده در زمان حال بسازیم. تشکر که تا آخر ویدیو همراهی من کردید. لایک، سابسکرایب فراموشتان نشود. تا ویدیوی بعد آلمانی را با دل یاد بگیرید، نه با کتاب.